این موضوع اگه درک کنی بردی. این مجسمه قشنگه. تا کی قشنگه؟ تا وقتی که تو اینو نبینی. دیگه الان قشنگ نیست، چون یه قشنگ ترش اومد. این مجسمه قشنگه. تا کی قشنگه؟ تا وقتی که تو اینو نبینی. الان دیگه این قشنگه. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم همیشه موفق تر است و خوشحال تر است و پولدار تر است و تحصیل کرده تر است و وجود داره. آقا جان، گور بابای دختر فلانی که 10 تا مدرک گرفته گوشه خونشون قاب کرده. گور بابای پسر فلانی که 2 تا ماشین آخرین سیستم توی 25 سالگی توی پارکینگ خونش پارک کرده. اصلا گور بابای اون آدمی که میاد بهت میگه توی 1 ماه تارگت 1 تومانی رو زدم. تو حق داری امروز خودتو با دیروز خودت فقط مقایسه کنی. چرا؟ چون تو حتی اگه اینم بشی باز یکی قشنگتر از تو وجود داره.